بینندگان عزیز، با سلام و کوروش مدرسی هستم در مورد اقدام اینترپل یا پلیس بین الملل به تقاضای جمهوری اسلامی که بخشی از رهبرای حزب حکمتیست رو تحت تعقیب اعلام کرده چند سوالی طرح میکنم. کوروش مدرسی لطف کردید. این مدت ابهامات و سوالات مختلفی پیش اومده، چه از طرف کسایی که حمایت میکنند از کمپینی که هست علیه اینترپل، چه کسای دیگه به طور کلی. یکیش میگن خب چرا حکمتیستا را هدف قرار دادن؟ میگن احتمالاً به خاطر گارد آزادی است، به خاطر که این رهبرا جزو گارد آزادی هستند. ببینین، من فکر میکنم که اصولاً وارد این بحث شدن بحث غلطیه، کمکی نمیکنه. نه بحث غلطیه، بلکه بحثیه که کمک نمیکنه به روشن شدن مسئله، به خاطر که من نمیدونم چرا جمهوری اسلامی این کار کرده. این هر چی ما بگیم تحلیل و گمان زنیه به اصطلاح. ممکن درست باشه، ممکنه غلط باشه، که من میتونم به یه سریش اشاره کنم، ولی به هر حال نفس اینا چیزی نیست. یه سوالی که باید بهش جواب داد، خیلی روشن بهش جواب داد، اونم اینه که این اتفاقی که تو اپوزیسیون افتاده آیا مهم هست یا نه، و آیا برای به اصطلاح برای اعضا و دوستداران حزب حکمتیست افتاده درست هست یا نه، و آیا به اصطلاح مهم هست یا نه، و آیا اگه این ادامه پیدا بکنه به نفع اپوزیسیون یا خود همین به ضرر اپوزیسیون، کارو بر کسی که مخالف جمهوری اسلامیه تو سخت‌تر میکنه، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، سخت‌تر میکنه یا نه. خیلی ساده. اگه کسی فکر کنه نه مهم نیست، اصلا این به اپوزیسیون ربطی نداره، غیر و غیره، خب اشتباه میکنه. من فکر میکنم که این سرنخ یه قرقره است داره باز میشه. اگه این قرقره قطع نشه، این شطور دم خونه هر کدوم از فعالین اپوزیسیون میتونه بخوابه و فضای ارعابی که درست میکنه فقط یخه حکمتیستا رو نخواهد گرفت. این اشتباه محض. در نتیجه هر توجیهی داره، هر دلیلی داره که میگم چرا جمهوری اسلامی این کار کرده، اون جنبه ثانوی داره و شما وارد قضیهش بکنین. اگه فکر میکنین که این خطریه که اپوزیسیون تو به اصطلاح تهدید میکنه و این بخش رو وارد قضیه بکنین، وقت دارین با تیر پای خودتون رو میزنین، چون شلش میکنین. و یا نه جمهوری اسلامی ممکنه هزار یه دلیل داشته که همش هم منم میتونم حدس و گمان بزنم، هیچ کدومش همش هم ممکنه غلط باشه، ممکنه یه دلیل دیگه‌ای داشته باشه و بعضیش هم ممکنه درست باشه، نمیتونه چیز باشه. خیلی‌ها جلوی خودشون میذارن احزاب مختلفو، میگن خب توی این وسط چرا حکمتیستا لابد به خاطر گارد آزادی. ببینین، جمهوری اسلامی از تو مصاحبه قبلی من گفتم جمهوری اسلامی از یه جایی میبایستی شروع میکرد و قرعه به نام ما در اومده. چرا؟ بازم دلایل مختلف، همین که میگین گارد. ببینیم میتونه این باشه. ببینیم ما یکی از احزاب سیاسی ایران هستیم. منطق فعالیت سیاسی حکم میکنه که احزاب سیاسی دیگه دوست ندارن که یکی که مخالفشونه فرض کنین که یه جوری مطرح بشه، حالا ازش اعدام بکنن، بکشن یا بذارنش زیر ذره‌بین یا دستگیرش کنن یا هر چی. دوست ندارن. فکر میکنن که موجه هم هست طرف فلان حزبی که مخالف حزب ماست دوست نداره که یه حزب مخالف خودش یهو چیز بشه، به اصطلاح به قول خودشون مطرح تر بشه. در نتیجه حتی اگه از یه حزب مخالف خودشون هم اعدام کنن، حد اکثرش اینه که محکوم میکنن، اعدام رو محکوم میکنن، تمام میشه. برای بستن دهن آقا کار خاصی نمیکنن، فکر کنن این برمیگرده به سمتشون. و این اشتباهیه که و این به اصطلاح کوتاه نظریه تو بخشی از بعضیا خب به نفعشونه، ولی کوتاه نظریه که همیشه باعث میشه ماجرا سر خودشون هم خراب میشه که این کار انجام بدن. در این مثلا میتونه یکی باشه. جمهوری اسلامی فکر کرده که از یکی از احزاب اپوزیسیون باید شروع کنه، در نتیجه یکی رو برمی‌داره، به خاطر اینکه بقیه اونقدر جدی نمیشن راجبش. اگه طیفی رو در نظر میگرفت، از شما خودتو بذار جای یکی که داره این نقشه رو تو جمهوری اسلامی میریزه، گفت طیفی رو از این حزب و اون حزب و این حزب میذارم کنار هم دیگه، ماجرا اصلا یه چیز دیگه میشد، مخالفت علیه خودشو آسون‌تر میکرد. و اینو که میگه که در نتیجه از یه حزب برمی‌داره، حالا از ما یا از یه حزب دیگه یکی، چون این باعث میشه که بقیه رو یه درجه پس بزنه، بقیه رو سنتی که به اصطلاح سنت هم منفعت طبقاتی هم سنت محدود نگریایی که تو به خصوص چپ ایران هست و اینا باعث بشه که به اصطلاح اینا تنها بمونن، کار راحت‌تر پیش بره. میتونه از این باشه، من نمیدونم. میتونه از همین این بحث رو با وجود دادن، چرا خود این سوال با وجود آوردن، قاطی کردن این که انگیزه این ماجرا رو من باید توضیح بدم نه اون.
و مشغول کردن اینا میتونه همه اینا باشه، ولی به طور واقعی هر کدوم رو نگاه میکنین موجه نیست. گارد آزادی گارد آزادی هیچ وقت راجع به تئوری مبارزه مسلحانه نبوده. اینو ما 1000 بار گفتیم، تو آیین نامش هست، تو بحثایی که نوشتیم هست. گارد آزادی راجع به امکان دادن دفاع از خود به مردمیه که اپوزیسیون میاد بمب خودش میبنده، میاد تو شورا و اتحادیه و سندیکا و مجمع عمومیش منفجر میکنه. گارد آزادی راجع به اینه. به اضافه گارد آزادی فعالیت نظامی نکرده. بعدم اگه تازه فرض کنیم تازه اگه اینجوری باشه، حتی همه اینایی که من میگم نباشه و گارد آزادی دلیلش باشه، از بین همه این گروه هایی که فعالیت نظامی میکنن و همین الان فعالن، به اصطلاح آدم میگیرن، میدزدن، ترور میکنن، فعالیت نظامی میکنن، گشت میزنن تو خود ایران، از به اصطلاح الاهوازش بگیر تا جریانای ناسیونالیست کرد و تا تبریزیا و تا چه میدونم بلوچیا و اینا، چرا این وسط به اصطلاح به کسی که کمترین نوع این فعالیت میکنه بند کرد؟ من بحثم اینه که اصلا وارد این بحث شدن اشتباهه. نیست، اینا هیچ کدومش نیست. دلیلش تنها میتونه یه دلیل پایه داره، اونم اینه که کل اپوزیسیون رو ببره زیر ضرب و تاکتیک درست اینه که سعی بکنه که اونی که میره زیر ضرب رو ایزوله بکنه. این تاکتیک هر آدم سیاسی و هر به اصطلاح حزب جمهوری اسلامی هم یه نشون داده، یه به اصطلاح نهاد بالاخره میشینن فکر میکنن نقشه میریزن. مخالف خودش رو میخواد ایزوله کنه، وقتی که میزنتش میخواد کمترین یه جوری بزنتش که کمترین حمایت براش جلب بشه و بعضیا این حب و قورت میدن، بعضیا نمیدن. این میگن احتمالاً این ربطی داشته باشه به ترورهای مقامات رژیم در ماه‌های گذشته در سنندج. احتمالاً نمیدونم این چجوری میتونه ربط داشته باشه، در حالی که خود رژیم هم اعلام کرده این ترورها کار یکی دیگه بوده، خود اونا رو گرفته، خود صاحب قضیه‌ای که گرفتتشون سر ما رو گنده نشستن اونجا دارن زندگیشونو میکنن، اسمشون هم هیچ جا نیست، بعدم هیچ ربطی به ما نداره و هیچ ربطی نه به حزب حکمتی است، نه ما اصلا نه معتقد بودیم به تروریسم، نه معتقد بودیم به حکمتیستا میخوان شلوغ کنن، فرصت طلبی کنن از این قضیه. اینم از اون حرفاست. فردا اگه بنده رو ترور کنم منم فرصت طلبم، میخوام خودم مطرح کنم. آخه میدونم من متوجه هستم که احزاب سیاسی مخالف دوست ندارن که از ما و یا از حزب مخالف خودشون دفاع بکنن، چون فکر میکنن به قول خودشون همینی که میگین مطرح میشه. نمیدونم چه جور مطرح شدنی، ولی بالاخره چی؟ فرض کنین که فردا یکی رو ترور میکنن، اون آدم چون رفته خودشو داده جلوی ترور برای اینکه مطرح بشه. این ذهنیت راستش من نمیفهممش. ذهنیت فقط میتونه نمیدونم بگم خودفریبیه، بگم نه ما امیدوار بودم یک دونه اسم ما نباشه که زن دیگه باشه، ما دفاع میکردیم ازشون، ولی بالاخره گفتم قرعه به اسم ما اصابت کرده. میگن که این مسئله خیلی طبیعیه، جمهوری اسلامی همچین کاری بکنه، ازش انتظار دیگه نمیشه داشت، در این نتیجه لازم نیست خیلی شلوغش کرد. خب اینم وقت اگه بخواین اینو واقعا پای استدلالتون قرار بدین، هر زنی رو که سنگسار میکنن باید همینو بگین که جمهوری اسلامی دیگه، ازش چه انتظاری دارین؟ هر کارگری رو میگیره، هر اتحادیه کارگری رو سرکوب میکنه بگین جمهوری اسلامی دیگه، هر آدمی رو اعدام میکنه بگین جمهوری اسلامی دیگه، هر مردم رو تو خیابون میگیره و میزنه و میکشه بگین جمهوری اسلامی. مگه چه توقعی ازش دارین؟ میدونین اگه آدم دنبال یه توجیهی میگرده برای اینکه کاری نکنه، به نظر من درست‌تر اینه که سرراست بگه. وگرنه اینا توجیه، به نظر من اینا توجیهه. من ضمن اینکه به رسمیت میشناسم که کسی مخالفین سیاسی ما دوست ندارن و به منفعتشون نیست که این کارو بکنن، ولی قضیه جدی نیست. اگه جدی بود تا به حال شما رو اینترپل دستگیر کرده بود. خب اینم مدال به اینترپل. فردا اگه دستگیر کرد جدی میشه. علامت اینکه این جدیه اینه که مثلا بنده رو بگیرن یا ترور کنن یا اخبار ما رو بدن به جمهوری اسلامی. آخه این چه جور سیاستیه؟ این سیاست این است که کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو اینجوری فلج کرده در مقابل محدود نگری، خودفریبی، عدم تشخیص منفعت‌های سیاسی و اون چیزی که بهش میگن سکتاریسم، واقعا به خصوص از جانب چپ. مرسی کوروش مدرسی. خواهش و مرسی بیننده عزیز.